سلام علیکم بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید و باحال دیگه حاجی. بعد از فکر کنم 1 ماه دوباره من هر وقت میام ویدیو بگیرم بچه‌ها یا میگم نمیدونم خوش اومدید به این ویدیو بعد 2 ماه 3 ماه 1 ماه، دلیلش هم خودتون میدونید دیگه. دلیلش اینه. خلاصه بگذاریم اینجور چیزا. دلم براتون واقعا تنگ شد برای این فضا و البته این فضا که فضا خیلی تو اتاقی نتونستم، چون تو اتاق دارم یه سری تغییرات ایجاد میکنم. آقا امروز اومدیم به سوالای شما جواب بدیم. شاید بگید که گویی هستی که اصلا کسی ازت سوال بپرسه، کلا 300-400 تا سابسکرایب داری، ولی باید بهتون بگم که آجی من توی اینستاگرام بچه‌ها بیشتر از یوتیوبم فالوور رو دنبال کننده و چیزا دارم. خب پس کسایی بودن که ازم سوال بپرسن. همین دیگه. قبل اینکه بریم به سوالا جواب بدیم حتما از ویدیو رو لایک کنید، کامنت و سابسکرایب کنید، دمتون گرم دیگه. سریعتر بریم 1000 تایی بشیم و درآمدزایی رو فعال کنیم. برو بریم آجی از سوال اول. سوال اولی که ازم پرسیدن بچه‌ها توی اینستاگرام که چند سال تو کجا زندگی می‌کنی؟ بچه‌ها من مرداد ما رفتم 18 سالگی و تهران زندگی می‌کنم. متولد 85 ام. 11 مردادم رفتم 18 سالگی. سوال بعدی که ازم پرسیدن این که رشته‌ت چیه؟ بچه‌ها رشته من کامپیوتر بود. الان تموم کردم یه دیپلم گرفتم. و فعلا قصد ادامه ندارم می‌کنم، چون که یه کل فوکوس روی یوتیوب دیگه آجی. آینده و اینا رو همه رو تو یوتیوب میبینم واقعا. یعنی اگه یوتیوب نشه دیگه هیچ امیدی نیست به ادامه دادن. ولی نه بیشوخی نمیدونم کارش درسته یا نه، ولی کل هدفم فعلا یوتیوبه. ببینیم چی میشه دیگه. فقط 1000 تایی بشیم با همتای شما. منم قول میدم تمام تلاشم میکنم بهترین ویدیو رو براتون بگیرم. میدونم الان یه خورده ضعیفم، ولی خب امیدوارم که بتونم کارمو قوی‌تر کنم و بهترینا رو براتون بسازم. سوال بعدی، از یوتیوب درآمد داری یا نه؟ خب بچه‌ها بهتون میگم این کشف نیست از یوتیوب بخوای درآمد داشته باشید. واسه درآمدزایی از یوتیوب شرطایی رو براتون گذاشتن و باید اونا رو پر کنید. چی میگن؟ مثلا 500 تا سابسکرایب جدیدن، 1 میلیون ویو از شورت هاست، واچ تایم من فکر کنم باید داشته باشید. یه همچین چیزایی باید داشته باشید تا بتونید درآمدزایی رو فعال کنید. جدیدن دیگه همتون میدید دیگه تو ایران میشه شدنیه که درآمدتون نقد کنید. یه سری شرکت‌ها هستن که واسطه‌ن دیگه، باید این کار رو انجام میدن و یه درصدی از درآمدت رو برمی‌دارن و بهت ماه به ماه تحویل میدن. سوال بعدی، چی شد یوتیوب رو شروع کردی؟ من بهتون بگم به خاطر پول و اینجور چیزا نبود، چرت و پرت گفتم. واقعا چرت و پرت گفتم. ولی هر کی هم میگه مثلا به خاطر پولش نبود و نمیدونم عشق به ویدیو رکورد کردن بوده، چرت و پرت. عشق وجود داره، نمیگم وجود نداره فلان، فقط اون پول است. نه مثلا من خودم واقعا دوست دارم این کارو بیام بشینم جلوی دوربین و حرف بزنم و ویدیو بگیرم و فلان، ولی خب پولم حساب کردیم. میگم درآمد، اون آینده، پول بالاخره باید آدم مثلا بدون پول من نمیام اینجا بشینم حرف بزنم 100%. من روکم بچه‌ها. اگه مثلا درآمد نداشت من واقعا اینجا نبودم، شاید اینجا نبودم. یعنی روک دارم حرفمو میزنم. و کسی هم که میگه به خاطر پولش نبوده، مطمئن باش چرت و پرت میگه آجی. ولی خب میگم بازم اون عشق هم وجود داره که من بیام اینجا جلوی دوربین و حرف بزنم و مخاطب داشته باشم و فلان. خیلی برام جذابه واقعا. دیگه همین دیگه آجی. سوال هست بازم نه دیگه چیز خاصی دیگه پیدا نمی‌کنم. سوالای تکراریه. دمتون گرم، مرسی که حمایتم می‌کنید. شدیم 300 تایی. واقعا باورم نمی‌شد. اوایل که شد دادم 10 تا گفتم یعنی واقعا منم حمایت میشم، یعنی کسی هست از منم خوشش بیاد سابسکرایب کنه منو. و واقعا دیدم آدم با معرفت زیاده و حمایت و اینا خیلی زیاده. دمتون گرم حاجی، واقعا دمتون گرم. امیدوارم که بهتر کنم با ویدیوهام، بتونم بهترین ویدیو رو براتون بسازم و عاشقتونم حاجی. سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.